حاج خانم چقدر وقت شما ساکن این محل هستی؟ ما همیشه تو مادرم عروض کردن ای تو زایدم من ای تو خونه بودید اینجا اولی تلا؟ این شما همینطور همین محل هستی؟ همه مال همین محل هست ناراضی هم هستن اگر خواهد شنگار رو سر ما دیگه چی کار میخوام بکنم؟ میخوام کوچه رو ندم بزرگ کنم دراز کنم ما هم نمیدیم ایشون راضی هم نیستیم هیچ که راضی نی هیچ که راضی نی به خودت یا وجب زنی ما راضی چی تو مخا خودشه بره امام زاده امام زاده خودش خود امام زاده جعفر راضی نی 4 تا زن که بیره بعد وقتی بیچاره رو آیون باید کنه که همه مردم در به درشن حتی موش زنای بعد وقتی بیچاره بعد وقتی خود داره بیه در به در نبو کنن تن سالمی نه هیچی نه هرگز ما این کارو نمی‌کنیم هیچ وقت کارو نمی‌کنیم ما با جز اینکه تو تو خونه در برم یه بگن اسمت خانم یکی نداریم میانه کسی بیتونه که بندایی کنه بله همیشه این تو عادت کرده بخاطر دارم که تنی دیگه پره داریم مردم این خانواده و این تشکیلاتی که اینجا می‌بینید تمامشون ناراضیه اصلا امام زاده را هسته که قبول ندارن با این کارشون اصلا قبول ندارن دورو داره امام زاده را خراب کنم اونای خیلی زیادی خراب میشه مردم هم ناراضی هستن اکثر مردم ناراضی هستن بله همه ناراضی هستن 30 ساله 40 ساله من خود توی محله داره زندگی میکنه مدام دارن از خونه درش میکنن کجا بره کجا میتونن براش طی کنن که مثل این جایی درست بشه به زندگیش ادامه بده زمینی که بدن تهیه صحباییه به چه دردی کسی میکنه به درد اون پیر زنی ماره که الان اینجا تک و تنها توی یک خونه داره زندگی میکنه چطور میتونه بیاره تو بر بیا اومد تو خونه بسه زندگی کنه بدونم برسونم 200 میلیون اگه آقا وقتی خونم میبینیم بازکاری میکنم من اگر که دیوار خونم واریز بکنه شما نمیذارید من بسازم درسته؟ چطور تخریب میکنن این خونه رو؟ رفتن مساعده از دولت گرفتن و بردن به شورای بالاترین مرجع قانونی دست داره اینا استان داره دست داره که به عنوان نماینده شما باشه موافق این طرح هست هر بوده ما کسی رو انتخاب نکرده دیگه شما شورای شهر بالاخره میاد اونجا امضا میکنید بعد محکم هم باید مثل گایدن شما خود ماشاءالله مدیر هستید شورای شهری که الان انتخاب شدن کیه به درد کی مخوره بازهای مخوره ببینه نفر اولشون 35,000 رای آورده یعنی 14,000 رای نیاورده بله من اسم کسی را نمیبرم نه اصلا شما ببینید یعنی چقدر اسم کسی را نمیبرم این نماینده که این الان شورای شهر انتخاب شده کدومشون تخصص دارن کدومشون کاریایی دارن کدومشون مدیر بودن متاسفانه ما توقع دارم که بعدش اینا برم ما کاری بکنم همینا میان یه حق رأی دارن و ما میرسوننگی میشیم یک نفر تنها همه رأی مثبت میدن ما میشیم آدم مثلا انگار که